و آنچه از مال یا غیر آن کم یا بسیار داده شدید و آن را برای رضایت الله نفقه کنید و یا نذر را به گردن گیرید، به دوش بگیرید. الله آن را می‌داند و بنابر نیت‌هایتان به شما ثواب می‌دهد. و کسی که حق الله را منع می‌کند وی ستمکار است و ستمکاران را یگان مددگار نیست که از عذاب الله آنها را خلاص گرداند. ستمکاران را یگان مددگار نیست. در دنیا فکر میکنند بعضی ستمکاران که آنها را مددگارشان هست. هر یک جاهل را باز رئیسی است که در جاهلیت وی را زیادتی میکناند، اما آنها را در روز جزا هیچ مددگار نخواهد شد، نخواهد بود. از این خاطر خودی حاضر اصلاح شود و دیگر شود. من میدونم که یک دو خودی نزدیکانی من، شناسانی من در بعضی مقامات حفظ حقوق کار میکردند، اما در سالهای 2012 2013 2014 کمی مشکل شد. اکثر از آنها مؤمن و مسلمان هستند و همان وقت نیست در اتاق کاریشان وظیفه در دوش به آنها الله تعالی مانده اش را اجرا میکردند. یعنی کدام وظیفه؟ نماز میخواندند. یکی از ارکان اسلام نماز خواندن است در وقتش. و اون نفرانی که در مقامات حفظ حقوق کار میکنند و خودی حاضر نیست، من باور دارم که بسیار نفران کار میکنند، آنها نمازشان را در وقتش اجرا میکنند، درشان را قلف میکنند، میخوانند نمازشان را. و آنهایی که در ایمانشان در میزان بود، اکثریتشان گفتند که دیگر من تا کی وظیفه امروزه که بسیار سوال و جواب های زیادتی دارد و همچنین حقارت ها میشنوند از رئیس، اما الله تعالی که برای انسان چشم بینا داده است، زبانی گویا داده است، شنوایی داده است و دست و پای سالم داده است که راه گشته میتواند و حقارت نمی کند امروز هیچ کس را، بهترش عبادت الله تعالی را میکنم گفت و مقامش را، وظیفه‌اش را پول داده پرداخت و رفت بسیاریش. چون من چند نفرش را از آنها میشناسم. و واقعا یک باز چند وقت پیش یکی از نزدیکان ما، یکی از دوستان من زنگ زده بود، گفت که من به دکتر مراجعت کردم برای درست کردن پایهایش مبلغی بی نهایت کلان هزارها دلار را طلب کردند. یعنی پایش امروز معیوب گشته است، یعنی درست بود و بعد از یک گویا صدمه دو پایش امروز معیوب شده است، یعنی کار نمی کند. وقتی که دکتران دیده برآمدند، یکی از دکتران خارجه گفت است که برای درست کردن پایهایت مبلغی بی نهایت کلان لازم است. برای من مراجعت کرد که تا که ما اعلان کنیم یگان مبلغ جمع کنیم. من به چه خاطر این سخنها را برای شما این لحظه ها میگویم تماشابینان عزیز؟ الله تعالی برای ما همون پایها را بی پول داد. از ما پول طلب نکرد که ما پای روان داریم، دستی که می جنبد داریم، چشمی که می بیند داریم، گوشی که میشنود داریم، زبانی که گپ زده می شود داریم. برای این از ما هیچ کس پول طلب نکرد. بنده الله که الله تعالی آفریده است، امروز برای سالم کردن بنده دیگر، یعنی سبب شدن برای با پای ماناندن یک انسان، صدها هزار دلار طلب می کند. و قدری آن الله بزرگواری که برای ما پای را بی پولک داده است نمی رسیم و شکر نمی گویم. و آن وظیفه ای که برای ما به دوش ما مانده است، گفته است که 5 وقت نماز باید خوانی. اگر تو مؤمن باشی، مسلمان باشی، اجرا نمی کنیم.
میگوییم که اما یک بار نماز بامداد را میخوانیم یا که در یک روز یک بار نماز میخوانیم یا که کارم بسیار نماز را قضایی میخوانیم. آخر نماز قضایی از کجا و در کجا نوشته شده است؟ چه خیلی بوده است؟ کنی میفهموندید با کدام دلیل نماز قضایی میگویید شما؟ آنهایی که میگویند این گونه میگویند، آنهایی که بهانه میکنند برای خوردن وقت دارید، اشکم شما شکم طلب میکند اما برای خواندن نماز در وقتش وقت ندارید، کارتان بسیار است. یعنی که کاری شما در درجه بالا بوده است و آن خالقی که ما و شما را خلق کرده است و برای ما همه چیزی که ما میخواهیم آن را داده است، شکر و الحمدلله نمیگوییم. چگونه این خیل میشده است؟ از این خاطر تا آن وقتی که ما و شما سالمی ببرداریم به قدرش باید که برسیم و شکر به الله گوییم. چون یک روز این نفری که من در باره‌اش این لحظه به شما نقل میکنم شخص سالم بود، ورزشگر بود و امروز 10 سال قریب می شود که از جا برخاسته نمیتواند به کمک یگان نفر. و دکتران گفتند که با عصا برای گشتن صدها هزار دلار لازم است. وقتی که ما سالم هستیم بیایید به قدر سالمی خودمون رسیم که دیر نشود. و این است پند، نصیحت و گفته دوستانه و برادرانه برای شما، چون این یادرسی تنها یادرسی است و چیزی من از خودم نمیگویم و به چیزی کسی را مجبور نمیکنم و این یگان به قول بعضی ها نه گیپناس است و نه یک چیزی دیگر است. این تنها محبتی دوستانه برای شما در این دنیا است. پگاه آیا من هستم یا نیستم؟ هیچ کس کفالت داده نمیتواند به غیر دو چیزی که کفالت شده است. یکیش آن همان رزقی که الله تعالی برای ما و شما میدهد و دیگرش آن موتی که مرگی که برای ما و شما ناگهان می آید. این کفالت داده شده است، چیزی دیگر کفالت نیست. ببخشید تماشابینان عزیز، ما دوام میدهیم و بعضی کس احساسی می شود. و خب بیایید به سوال دیگر میگذاریم.